درود و عرض ادب دوستان، امیدوارم که خوب باشید. من امیر شاه محمدی، برنامه‌نویس و توسعه دهنده وب هستم و خیلی خوشحالم که این دوره رو با شما هستم و اعتماد کردید به من و من رو در از استاد خودتون در این دوره قابل دونستید. ببینید دوستان، در این جلسه و جلسه بعد ما قراره که یک سری کلیات و یک سری واقعیات درباره برنامه‌نویسی بدونیم و انشالله طی جلسات سوم تا الی آخر شروع میکنیم به کد زدن. ببینید دوستان، برنامه نویسی، اونم مخصوصا حالا برنامه نویسی وب، حالا چه هر حوزه‌ای که خودتون هستید و میخواید یاد بگیرید، یک فراز و نشیب و یک سری راههایی داره. شما یک شبه برنامه نویس نمیشید، با یک دوره برنامه نویس نمیشید و باید دوره های زیادی ببینید، تمرینات زیادی انجام بدید، پروژه های زیادی انجام بدید تا برنامه نویس بشید. من 5 سال پیش، یعنی یادم نه 6 سال پیش، آره، چون یک سالم در از امنیت خوندم، حوزه شبکه خوندم و من وقتی که فیلم مستر ربات رو دیدم، نمیدونم حالا دیدینش یا نه، یک علاقه عجیبی تو من شکل گرفت که برم سراغ برنامه نویسی و ببینم توش چی هست و بازی شروع کردم. با یه دوست داشتم هکر بشم، مثلا اینو هک کنم. دیدید که شما حتما شاید مثلا یه موقع علاقه داشتید که سمت حوزه امنیت یا مثلا برنامه‌نویس هکری بشید اینا و به حال دوره جوونی بود دیگه و منم به حال دوست داشتم که برم دنبالش و پیگیری کردم، دوره های زیادی دیدم و فهمیدم که واسه این که برنامه‌نویس خوب بشم و حرفه‌ای بشم و بتونم درآمد دلاری به دست بیارم، مجبور بودم که زبان بخونم و زبانم فوق‌العاده حرفه‌ای بشه. پس چیکار کردم؟ من به جایی که در از دبیرستانم رو ادامه بدم، یعنی درسایی که واسه معلم میگه گوش بکنم، سر کلاس میشستم زبان میخوندم، تو خونه زبان میخوندم. یعنی جوری بود که 4-5 ساعت میشستم در روز واقعا زبان میخوندم، اونم مفید، و زبانم فوق‌العاده حرفه‌ای شد تا اینکه فهمیدم که نه، من مال امنیت نیستم، من مال هکر شدن نیستم، به طراحی علاقه دارم. پس رفتم سمت برنامه‌نویسی وب و انقدر علاقه داشتم، انقدر عشق به برنامه‌نویسی چشم منو کور کرده بود که دانشگاه نرفتم و نشستم روزی 8 الی 10 ساعت پا یوتیوب و تمام در از فیلم های فری کد کمپ و اینا رو میشستم میدم. البته به واسطه دوستی که پدرم داشت تو آمریکا، اونم برنامه‌نویس وب بود، 10 سال سابقه داشت، خیلی حرفه‌ای بود. 2 ماه اول پایه من رو اون ساخت و خیلی جلو افتادم با اون، چون در از اون در پروژه هایی که داخل آمریکا میزد و تو شرکت کار میکرد رو با من کار میکرد و خیلی ممنونم ازش. آقای جیسون بود، خیلی مرد شریفی بود و من قدردانش هستم و در از راه برنامه‌نویسم اون نشونم داد. فهمیدم که باید پروژه های سنگین بزنم. روزی 8 الی 10 ساعت نشستم پا سیستم و طی 6 ماه به یک تجربه فوق‌العاده رسیدم و رفتم داخل یک شرکت. سال 1398 بود، یعنی اولای 98 بود دیگه، فروردین اینا، با حقوق 4 تومن. حقوقش خیلی خوب بود برا من، چون که من نیاز نبود که خرج خونه رو بدم، در اصل حقوقش برای خودم بود دیگه. هی ادامه دادم، دیدم حقوق شرکتی منو راضی نمیکنه و من یک مهارت فوق العاده به دست آورده بودم تو حوزه فرانت اند و متخصص شده بودم و میتونستم انواع سایت ها رو پیاده سازی کنم. رفتم سمت پروژه های فریلنسری و پروژه میگرفتم، انجام میدادم. هر پروژه به خاطر اینکه اینقدر مهارتم خوب بود و دورهای انگلیسی رو دیده بودم، خیلی حرفه‌ای شده بودم و هر پروژه‌ای که به من میدادن رو تو 1 الی 2 هفته انجام میدادم. البته با روزی 5-6 ساعت کد زدن ها، نه اینطوری بود که 1 ساعت کد بزنم اینا، خیر. دیگه دیدم که به خودم خیلی حرفه‌ای میشم، یعنی عالی بودم دیگه در از تو حوزه خودم. هیچ وقت نمیگم بهترینم، چون که بهتر از من هست، ولی اونقدر خوب بودم که بتونم نیازهای خودم رو برطرف کنم. این از این. و طی 1 سال و نیم پیش بود که 5-6 از دوستانم اومدن سمت من و گفتن که دوست داریم برنامه‌نویسی یاد بگیریم اینا. البته من
هیچ وقت بروز ندادم که من یک حرفه بلدم، چون واقعا درآمدم خوب بود و نیاز نبود که بخوام حالا مدرس فرانت اند یا برنامه بیام مثلا کلیپ درست کنم و آموزش بدم. در اصل این ایده زمانی به مغز من رسید که 1 سال و نیم پیش 4-5 از رفیقام اومدن و بهشون برنامه‌نویسی یاد دادم. خیلی طول کشید، نصف ماه سرم ریخ، اینقدر حرسشون نور خودم، خیلی خنگ بودم، واقعا سرویس شدم، مثلا یک دوره بود. ولی وقت دیدم رفتن سمت کار و رفتن وارد بازار کار شدن، یکی از دوستام، حالا اسمشو نمیخوام ببرم زشته، انقدر خنگ بود که مثلا من بعید میدونستم این برنامه‌نویس بشه، ولی به خاطر پشتکاری که داشت ترکوند و مادرش خیلی از من قدردانی کرد و دیدم خیلی حس خوبی به من دست میده. دوره‌ای هم که من هیچ وقت بدی هیچ دوره رو نمیگم، ولی من دوره تو ایران تو در از حوزه وب فارسی ندیدم که بخواد پروژه محور باشه. طرف میاد یک دوره میزنه، حالا HTML CSS 600 تومن 700 تومن تا الی 200 تومن و مثلا میاد یک هدر یا یک نویگیشن بار فوق العاده ساده رو آموزش میده که آخر اون دانشجو دل سرد میشه و برنامه‌نویسی رو میذاره کنار. چرا؟ چون دوره‌ای که من داخل وب فارسی دیدم اصلا پروژه محور نیستن، به شدت ضعیفن و کارهای لازم رو نداره. فقط اون مدرس به فکر این بوده که آره من بیام یک دوره بسازم و چون در ایران دوره خوب نیست و بازار کار حالا فعلا کساد نشده، اولین کاره بیام که این دوره ها رو بسازم و به مردم غالب کنم و پول خودم رو به جیب بزنم. به فکر در اصل اون وقت دانشجو و اون پول دانشجو نیست. پس تصمیم گرفتم که البته در طول این 6 ماه دوره تهیه کنم و تجربیات خودم رو در قالب بازار کار به شما ارائه بدم. تمام پروژه‌ای که در این دوره خواهیم زد تمومشون پروژه‌های بازار کار هستن و شما میتونید بعد از اتمام در از کل دوره HTML CSS JS یا همون جاوا اسکریپت و تیلوین و ریاکت JS اگر با من بودید داخل رزومتون بذارید، خیالتون راحت. من جوری به شما آموزش خواهم داد که همون یعنی این جلسه رو که دیدید، بر فرض مثال اگر آموزشی در کار بود، شما اون آموزش رو به بهترین شکل دریافت کنید، وارد مغزتون بشه و فوت آب بشید. من احتمال داره زیاد مثلا پتلک چی بهش میگن، حالت جواد خیابونی بازی در بیارم و امیدوارم که به بزرگی خودتون ببخشید، چون انسان وقتی که زیاد حرف میزنه قاعدتا اشتباه زیاد داره. خلاصه یک سری کلیات بود و اینم به شما بگم که شما یک شبه برنامه‌نویس نمیشید و این راه 6 ماه تا 1 ساله، اونم به شرطی که روزی 4-5 ساعت بشینید کد بزنید. شما با دوره من هیچ وقت برنامه‌نویس نمیشید. نه تنها دوره من، بلکه بهترین دوره‌های جهان، حتی دوره‌های در اصل انگلیسی زبان که طرف بیاد مثلا بهترین دوره‌شو رو به شما آموزش بده، تا خودتون نخواید، تا وقت نذارید نمیشید دوستان. شاید مثلا من یک مبحثی رو بر فرض مثال جا بندازم، شما باید برید دنبال اون کار. وقتی که من به شما میگم اوکی این مبحث مهمه، من میام به بهترین شکل به شما آموزش میدم، ولی مبحث بعدی رو شما باید برید دنبالش. برنامه نویسی یک جوریه که اگر دنبالش نرید، اگر هر روز کد نزنید، اگر هر روز براش وقت نذارید، فراره و از مغزتون میپره و هیچ وقت در اصل یاد نمیگیرید و زده میشید. خوشبختانه برنامه‌نویس حوزه پولسازیه و درآمد خیلی خوبی توش داره. من درآمدم واقعا عالیه و نمیگم چون که این کار غیر حرفه‌ایه، ولی بدونید که درآمدش خوبه. شما حتی با 6 ماه الی 1 سال کار کردن میتونید وارد هر شرکتی بشید تو حوزه برنامه‌نویسی وب و درآمد ابتداییتون 6 الی 8 میلیونه واسه یک جونیور برنامه‌نویس تازه کار و فوق‌العاده است. و برای مثال که برای شما بگم، وارد سایت جاب اینجا میشید. اینجا اگه بنویسیم جابین چی بود، جابین جا فرصت های شغلش رو بیاریم، مثلا اینجا بنویسیم جاوا اسکریپت و یک دو تا الا نمونه نشونتون میدم اگر بیاره بالا. آره مثلا جدیدترین رو برای من بیا، برنامه‌نویس مثلا فرانت اند یا برنامه‌نویس جاوا اسکریپت دورکاری، مثلا زده 8 تومن.
ببینید دوستان، تو بحث برنامه‌نویسی به خاطر اینکه با انقدر برنامه‌نویس کم داریم، نوشته سابقه کار اصلا مهم نیست. حقوق ابتدایی 8 میلیون تومان و تنها چیزهایی که باید بلد باشید در اصل ریاکت رو حتما باید بلد باشید، چون که اگر بلد نباشید در اصل در گرفتن کار به مشکل برمیخورید. حالا جلوتر توضیح میدم براتون. حداقل مدرک تحصیلی اصلا مهم نیست، یعنی اصلا مهم نیست که داداش من، خواهر گل من، تو مدرک تحصیل فوق لیسانس یا دکترا اصلا برای هیچ شرکتی مهم نیست. تنها چیزی که براشون مهمه اون تخصص تو چیه، تو رزومت چه پروژه‌ای زدی، پروژه بازار کار زدی یا نه، میتونی پروژه بازار کار شرکت خودشون رو پیاده سازی کنی یا نه. اصلا مدرک تحصیلی مهم نیست. وظیفه نظام وظیفه برای پسرا مهم نیست. البته بعضی درس برنامه‌نویسی برای پسرا مثل این میمونه که اگه یادش بگیرن میتونن حتی امریه هم بگیرن و من خودم برنامه‌نویسی رو به صورت امریه گذروندم، میگم برنامه‌نویسی سربازی رو به صورت امریه گذروندم و خیلی خوشحالم، خیلی خوشحال بودم. دوره خیلی خوبی بود برای من و عالی بود برای من. یا مثلا این برنامه‌نویسی دورکاری باز فرانتر خیلی هستن دوستان، خودتون ریسرچ کنید. مثلا نوشته 3 تا الی 6 سال مثلا سابقه و تمام چیزهایی که من به شما تدریس میدم، CSS، HTML، جاوا اسکریپت، تجربه کاربر، حالا ریاکت، یکی از اینها داشته باشید کامل میتونید برید سر کار. حداقل مدرک تحصیلی هم مهم نیست و وظیفه نظام وظیفه هم مهم نیست. من دوستان هر موقع که ناامید میشدم میومدم اینا رو میدیدم داخل سایت جاب اینجا و اشتیاقم به یادگیری هزاران برابر بود، چون که عاشق پولم بودم و دوست داشتم سریع به درآمد برسم و غیره و غیره. دوستان شرمنده که سرتون رو در آوردم و یک سری واقعات رو به شما میگفتم و خیلی خوشحالم که دوره رو با شما هستم. نگران نباشید، من این دوره رو یعنی در اصل جوری طراحی کردم قبل از اینکه دوره رو طراحی کنم هزاران دوره رو دیدم، چه به زبان انگلیسی و چه به زبان فارسی و جوری این دوره رو من طراحی کردم که به بهترین شکل به شما آموزش خواهم داد. تمام مباحث مهم رو و با تمام مباحثی که به شما آموزش میدم پروژه خواهم زد، پروژه های بازار کار فوق العاده حرفه‌ای و شما بعد از HTML CSS میتونید هر سایتی رو به صورت وانیلا یعنی به صورت خامباش مثل CSS طراحی کنید، به شرطی که به حرفم گوش بدید و واقعا وقت بذارید برای برنامه‌نویسی. برنامه‌نویسی واقعا وقت میخواد دوستان. این رو به عنوان یک دوست و یک برادر حالا بزرگتر کوچیکتر بپذیرید. برنامه‌نویسی راه یک شبه نیست، راه در از طولانیه. منم هیچ وقت نمیتونم ادعا کنم که بهترین هستم، نه، ولی خدا رو شکر تو حوزه خودم سعی تو سرا دارم و نیازهای خودم و اون شرکت، حالا هر شرکت با هر برنامه‌ای رو میتونم برطرف کنم. پس من این دوره رو جوری طراحی کردم که شما هم بتونید مثل من تمام نیازهای هر شرکتی که داخلش کار میکنید رو برطرف کنید. خب دوستان، واسه این جلسه بس. جلسه بعد میایم بررسی میکنیم نقشه راه برنامه‌نویسی فرانت اند رو و یک سری جزئیات و کلیات میگیم و جلسات بعدی میریم سراغ کد زدن. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فعلا خدا نگهدار.